ضمن اینکه ما متوجه شده بودیم یه اخباری از ساخت فیلم به دست نیروهای امنیتی رسیده و نگران بودیم که هر لحظه اونا عوامل فیلم رو دستگیر کنن. تنها کاری که من میتونستم بکنم این بود که ظرف چند ساعت تصمیم بگیرم و از خودم سوال کنم میخوام برگردم زندان یا میخوام ایران جغرافیایی رو ترک کنم و در ایران فرهنگی به زندگیم ادامه بدم برای گفتن داستانام. من گزینه دوم رو انتخاب کردم. تقریبا 2 ساعت طول کشید. یه قدری تو خونه راه رفتم. من مقدار زیادی گل داشتم، با گلدونام و گیاهام خداحافظی کردم. آسون نیست طبیعتاً، حتی الان که درباره‌اش صحبت میکنم خیلی برام آسون نیست، ولی از قضا پنجره خونه من باز میشه به جایی که روی تپه‌هاش دیوارهای زندان اوینه. بسیاری از دوستان من توی زندان اوین هستن. یه قدری به اونجا نگاه کردم و تمام دستگاه الکترونیکیمو گذاشتم و خونه رو ترک کردم با یه کوله و چند تکه لباس.